ازتون خواهش میکنم یه پسر رو الکی عاشق خودتون نکنین. به جای اینکه با پسری که باهاشی بهش خیانت کنی، فقط کافیه بهش یکم دلگرمی بدی، فقط کافیه پشتش باشی. وقتی یه پسر اینا رو ببینه به خاطر تو قید همه دختران رو میزنه، برات بابا میشه، پناهت میشه. تو رو خدا ازتون خواهش میکنم یه پسر رو الکی عاشق خودتون نکنین، چون یه پسر وقتی عاشق میشه قید همه کس رو میزنه، حتی خانواده‌اش، حتی خودش. ازتون خواهش میکنم اگه پسری رو واقعا دوست ندارید اونو عاشق خودتون نکنید، با قلب و روح و روانش بازی نکنید، چون شما میشید همه کس، دار و ندار اون پسر. با رفتنتون کاری میکنید ذهن اون خراب بشه، دیگه هیچ وقت عاشق نشه یا هر لحظه با یکی باشه. هیچ وقت پسرها دوست ندارن وارد رابطه های یکی دو روزه بشن، دوست دارن رابطه ای باشه که به ازدواج ختم بشه. ازتون خواهش میکنم اگه عاشقی بلد نیستید عاشقی نکنید که همدیگه رو رها کنید. گریه نکن دیگه. برات وعده میدم که همیشه کنارت باشم. قول است. دوستت دارم.